کتابی که امروز میخوام بهت معرفی کنم تاکچومیه. کتاب تاکچومی چرا میخوام بگیم کتابای خوبیه؟ ببین از مزیتایی که این کتاب داره، حالا سر هر فصلی که وجود داره بذاری من بزنم. مثلا استارت این فصله خب کامل توضیحات رو بهت میده، بعد نحوه استفاده از اون گرامر رو بهت میگه، با صد مثال میزنه و بعد به ترتیب دوباره چجوری استفادهش کنیم و در آخر شما نمونه‌های مشابه و تمرین دارین که تمرین ها رو باید انجام بدیم. این از این سری کتاب ها 10 تا جلد داره، یعنی تاکچومی گرامری فقط 10 تا جلده. شما میتونی از جلد 1 تا 10 رو تهیه کنی، متناسب سطحتون هستش. و نکته بعدی اینه که اگر فکر میکنین زبانتون قوی نیست این کتاب به دردتون نمیخوره. ترجیحاً توانایی ترجمه جملات ساده این کتاب داشته باشین. البته اینقدرم سخت نیستش جمله‌اش، گرامری خیلی ساده هم به نظر یه سریشون میشد توی حالا سطح متوسط هم یاد گرفت، ولی به این شکله که میبینید.